صبر کن گیرم لجامی وقت را باری دیگر، تا گذارد بر زمین پایی من آثاری دیگر. صبر کن تا در حضوری دوست شب‌هایی دراز، هرچی می‌خواهی کنم از نامت اظهاری دیگر. صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین، تا برم با خویش چون عطری کفن بوی زمین. صبر کن گردد پریشان هر سحر در گرد ما شعله خورشید چون زرین گیسوی زمین. صبر کن وقتی تنفس نیست دل زنگی مزن، شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن. صبر کن ناخن بطاری نازکی چنگی مزن، سر به دیوار قفس در سینه تنگی مزن. اسب ران از نعل اسبی تو شرار آید برون، اسب ران چنگی زمین به اختیار آید برون. اسب ران با آهوان از چشم ساران آب نوش، چشم را بینگر چسان از کوهسار آید برون. جشن 70 سالگی شاعر زبردست، خادم نمایان جمعیتی، فرزند وفادار وطن میرزا ترسنزاده در خاطر ما همچون عید پرشکوه نقش بست. و شاعر خلقی تاجیکستان در یکی از جایهای خوشمنظر دوشنبه باغ لوچاب کامپلکس یادگاری انشا کرده شد. شاعر هرگاه به اینجا می آمد و عجب نیست که این مصرع‌ها در همین جا ایجاد شده باشند. وطن در هر کجا آمد به سر پارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. در رسم کشاد مموریال رهبران پارتی و حکومت ریسپوبلیکا، خادمان علم، ادبیات و صنعت، مهمانان خارجی شرکت ورزیدند. مهمانان نخستین خانه موزه، دوستان و همسفران، شاگردان و هواداران استعداد ترسنزاده بودند. در اینجا شاعر مبارز برجسته راه صلح و امانی زندگی و ایجاد میکرد. مجلس تنتنویه که در دوشنبه برگزار گردید به خاطره درخشان شاعر بخشیده شد. مجلس را کاتب یکم کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان رفیق رسولوف کشاده اعلام کرد. امروز ما برای آن جمع آمدیم که 70 سالگی زادروز شاعر برجسته سیتی، مبارز شعله‌ور صلح و امانی، خادم نمایان جمعیتی، پاتریوت، اینترنشنالیست بزرگ میرزا ترسنزاده را با تنتنه قید کنیم. سخنان کاتب گنرالی کمیته مرکزی KPSS رفیق لیونید ایلیچ برژنف را که در مروزه حساباتی به سیزد 26 پارتی گفته است، می توان به حیات و ایجادیات میرزا ترسنزاده نسبت داد. با هوس و آرزوهای خلق زیستن، ثابت کردن حقیقت حیات و ایدئال های انسان پرورانه ما، اشتراکچی فعال ساختمان کمونیستی بودن، همین است خلقیت حقیقی، پارتیویت حقیقی صنعت. رئیس سویت وزیران ریسپوبلیکای تاجیکستان رفیق نبیوف نطق ایراد کرد.
Сегодняшнее торжество تنتنه امروزه که به 70 سالگی زادروز یکی از فرزندان شرفمندترین خلق ما، شاعر برجسته سیوطی و مبارز مانده نشونده راه امنیت میرزا ترسزاده بخشیده شده است، عیدی با شکوه و بزرگ مدنیت بسیار ملتی سوسیالیستی زاده اکتبر کبیر می باشد. شاعر سلیمان لایق پرزیدنت اکادمی علمهای افغانستان نظم ترسنزاده را صدای وجدان مردم نامید. شاعر پاکستانی فیض احمد فیض خاطره هایش را از دوستی صمیمانه با ترسنزاده نقل نمود. سخن به نویسنده خلقی قرقیزستان چنگیز ایتماتوف. قسمت شاعر همین طریق صورت گرفت. ما در اینجا برای آن جمع آمدیم تا که خاطره شاعر را پاس داریم و در عین زمان زادروز او را جشن گیریم. و اگر واقعی اول اندوه آور باشد، چون که به ما دوستان او لازم میاد که به تصویر او نظر اندازیم و در این سنگ مرمر شرح زنده چهره او نگاه های او را بجوییم. واقعی دویم این تنتنه عمومی خلقی است و افتخار تاجیکستان است. И слава Таджикистана. مسکو، خانه اتفاقها. کاتب کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان رفیق بابا صادقова درباره شاعر سخن می‌راند. این عید که در دیار شاعر تاجیکستان آغاز یافته بود، امروز به پایتخت وطن ما، به شهر زیبا و قهرمان که به هر کدام ما عزیز است، به مسکو آمد. بگذرم در مسکو بسیار از میدان سرخ، با دل یک عمر منتدار از میدان سرخ. اثرهایی که میرزا ترسزاده آفریدند به مثل رودهای کوهی به دریای بزرگ تبدیل یافتند و آن با قوه و حسن نظم بلند پرواز تمام روی زمین را شاداب می کند. شاعره ریما کازاکووا در موزه پلیتکنیکی شب نظم را گشاده اعلان می کند. شعرهای او به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. میرزا ترسونویچ به هر کس به طور مخصوص عزیز است. به من همچون به زن و همچون انسان عزیز است که عشق نسبت به زن داشته خود را ترنم می کند. شاعر خلقی قلمقستان داوید کوگلتینوف. ما امروز درباره خلق بزرگ تاجیک سخن می‌رانیم که دارای تمدن چندین عصره بوده و به خلقا حافظ و جامی و میرزا ترسنزاده را بخشیده است. لوریت مکافات به نام میرزا ترسزاده شاعر ملی گاوسو دیاوارا شعر به افتخار شاعر نوشته‌اش را می‌خواند. ستاره ها به مثل باران زرین افتادند و در روی زمین همچون گلهای گلابی شکفتند. شاعره گلرخسار صفیوه. میرزا ترسنزاده فرزند بزرگ این کشور خرد تاجیکستان است و من حالا میخواهم محض در این باره شعر بخوانم. کوهساران تو از نقره و طلاست بلند، تو بلندی ز بلندی وفای پسران. سر هر تپه که کلبه سنگیست بجا، همراه مهر تو عالم همه گنجد در آن. وطنم ای وطن میده مردان کلان.